نه گل به خار می روید در این باغ، ملالی بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر از جفای منکری دیل، شود شاید مراد از صبر حاصل. حضرت گفتند اگر از حضرت آدم نظر کنید تا خاتم النبیین، هیچ کدام اینها به عذاب و به مشقت و به دشمن روز خود سپری کردگی نیستند. لکن توصیه من گفت مولوی به همه شما این است که بکن صبر از جفای منکری دیل. شما در عذاب اینها، در تهمت‌های اینها، در مشقت‌های اینها شما صبر کننده باشید. خدای مهربان خود خبر داده است ان الله مع الصابرین، من همراه صابران هستم. دوستم را برای همین در مشقت و در بلا می پرتام تا که وی صبر کند و من در صبر کردگی او را مکافات جزیل نصیب بگرداند. اگر به ابراهیم نظر کنیم، به جفای نمرود گرفتار بود. اگر به حضرت زکریا نگاه کنیم، قومش از بالای سر او اره دواندند. اگر به حضرت موسی نظر کنیم، در جفای فرعون گرفتار بود. اگر به حضرت لوط نظر کنیم، در جفای زن و قومی بدکار خودش گرفتار بود. و چه حضرت عیسی و چه حضرت ادریس و دیگر پیغمبرها. حضرت نوح، حضرت چه عذابها کشیدند. خداوند در قرآن به ما و شما یادآوری میکند جعلوا اصابعهم فی اذانهم واستغشوا ثیابهم. حضرت نوح 950 سال قوم به سوی خداوند دعوت کرد. 950 سال که خدا یک و یگانه است، به او رجوع کنید. اون خدای مهربان است، وقتی شما او ذات عبادت کنید و شما را میبخشد. 950 سال گفت. لیکن قوم چی گفت؟ حضرت نوح به سوی خدا گفت، پروردگارا گفت من این قوم دعوت به سوی تو میکنم، جعلوا اصابعهم فی اذانهم، نظر به این بندگان شوم خود کن، انگشت های خود در گوش خود می اندازند تا که سخن مرا نشنوند. و استغشوا ثیابهم، اینها جامه هاشون در روشان میکشند تا که جمال مرا نگاه نکنند. حضرت نوح وقتی موعظه‌اش در بین قوم که تمام میکرد، اون کافرها چیکار میکردند؟ سردارش فرمان میداد همگی به زمین خم شوید. هر کدام خم میشدند، سنگها را در دست میگرفتند و به حضرت نوح سنگ باران میکردند. در عوض تبلیغ، در عوض دعوت به سوی خدا، جزای حضرت نوح قومش چی بود؟ سنگ باران بود. روز میگد یک قومی او فرزند خود که قریب 7 ساله یا 8 ساله بود، با دست خود میگد نزد حضرت نوح آورد و گفت فرزند من این مرد را گفت میبینی؟ گفت میبینم. گفت تا وقت من حیات دارم این مرد را من گفت سنگ باران میکنم، لکن اگر من از دنیا گذشتم فرزند من، وصیت من بر تو این است که این سنگ را ترک نکن، به چهره این مرد بزن. حضرت میگد این فرزند ناخلف که از کافر تولد می شود، مادر گفت بیا یک مصلحت میکنیم. شاید گفت من وصیتی تو را به جا آورده نتونم از حساب کم بودن حیات خودم. شاید که من گفت در همین آوان جوانی از دنیا میگذرم. از این خاطر میگد خم شد و همون کودک میگد سنگ گرفت. پیش از آنی که به وایه برسم گفته سنگ در چهره حضرت نوح حواله کرد. حضرت نوح میگد چنان غضبناک شد از دست این قوم که چی گفت؟ رب اغفر لی. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا.
انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلدوا. پروردگارا در بالای زمین احد را، نفر را از کافر خدایا باقی نگذار. حضرت دعا کردند انک ان تذرهم، خدایا اگر یک کافر در روی دنیا تو زنده بگذاری، یذل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. پروردگارا اگر تو یک نفر این زنده بگذاری، اینها چنان کسلی دارند که کسل اینها باز در دیگر قوم میگذره و کافر تولد میکنه. گو خدایا گفت چی جفاهای رسول اکرم، چی جفاهای صحابه های پیغمبر. همه دوستان خدا در عذاب و در مشقت ها گرفتار بودند. چه حضرت ابوبکر صدیق، چه حضرت عمر. حضرت عمر که چی یک دویم یار پیغمبر خدا، چی یاری مهربان بود، چی خدمتگار پیغمبر بود، لکن در محراب در حالت نماز از دست ابو لؤلؤ فیروز، این بدبخت مجوسی بود، 3 کارد در شکم خود خورد و در همون محراب چکار کرد؟ در همون محراب اگرچه جان را به حق تسلیم نکرد، لکن از پا افتیدند و در بالای محراب حتی حضرت چنان محب خدا بودند که فریاد زدند عبدالرحمن ابن عوف در بین قوم هست؟ گفتند بله هست. گفت به پیش بیا نماز را بخوان تا که از پس تو نماز بخوانی، زیرا کافر بر من چکار کرد که دیگر من قوت امامی ندارم. حضرت عثمان در حالت قرآن خوانی بودند، در سوره رسید، در آیت رسیدند فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. این آیت سوره بقره در رسیدگی ده که از ریش مبارک قپیدند و این سر حضرت را هم چکار کردند؟ از تن جدا کردند. حضرت علی رضی الله عنه عادت مبارک همین بود، وقتی به مسجد که می آمد فریاد زدن نماز نماز نماز. و اون کسی که آماده کشتن حضرت علی بود نزد مسجد پنهان بود. وقتی حضرت علی میگوید قدم به همین مسجد گذاشتگی ده، شمشیر در فرق سر او زدند. حتی میگه چنان شمشیر تأثیری کرد صاحب کتاب خلفای راشدین که همون شمشیر تا راست دماغ حضرت میگه پایان شد. امام حسن میگوید من از قفای پدرم بودم، من همون شرقاس شمشیر را شنیدم. دوستان خدا در چه احوالها گرفتار بودند. و حضرت ابراهیم هم یکی از امان پیغمبرهایی هست که از دست پدری خود، از دست مادری خود، از دست قوم خود، از دست پادشاه همون زمانه نمرود خیلی جفاهای زیاد کشیدند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظیم. آیتی که تلاوت کردیم
از سوره مبارکه آل عمران است که خدای مهربان به ما و شما خبر می‌دهد ابراهیم نه یهودی بود، ابراهیم نه نصرانی بود، ابراهیم نه از ملت یهود بود نه از ملت نصرانی بود و نه عقیده باطله که یهودی ها داشتند نصرانی ها داشتند. در ابراهیم این عقاید وجود نداشت. ولکن کان حنیفا مسلما، ابراهیم خالی از این عقیده یهودی ها و نصرانی ها بود و او مسلمان بود. حضرت ابراهیم مسلمان بود. مسلمان گفتگی معنای او را ندارد که پیرو قرآن بود، بلکه تسلیمی به امر خدا بود. و ما کان من المشرکین، خدا میگوید و وی مشرکی بر خدا نبود. یک گروه یهودی ها و نصرانی ها نزد پیغمبر ما و شما آمدند و گفتند محمد صلی الله علیه و سلم، با این ابراهیمی که تو می نازی و میگویی که وی پدر من است، آگاه باش که ما بر اون نزدیکتر و سزاوارتریم، زیرا وی از قوم یهودی هاست. آیت نازل شد ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه صلی الله علیه و سلم. محمد بر این قوم یهود خبر بده نزدیکترین و سزاوارترین به ابراهیم کسانی هستند که پیرو ابراهیم هستند. هذا النبی، خدا خبر داد محمد بر اونها خبر بده که تو از اونها دیده به ابراهیم نزدیکتر هستی. والذین آمنوا، و ای محمد امتهای تو به ابراهیم نزدیکتر است. والله ولی المؤمنین، خداوند کارساز مؤمن هاست. الحمدلله که ابراهیم یهودی نبوده است، الحمدلله که ابراهیم نصرانی نبوده است، الحمدلله، زیرا که به قوم یهود خدا غضب کردگی است. یهود از روز اول دشمن مسلمان بود تا امروز دشمنی خودش را ظاهر کردگی است. پیغمبر خدا در جامع ترمذی میگذرد، حدیث میگوید ان لكل نبی ولایت من النبیین. پیغمبر ما و شما گفتند هر یک پیغمبر در بین این قدر پیغمبری که از آدم گذشت تا دوره من با خود یک دوستی دارد. هر پیغمبر با پیغمبر دوستی دارد. گفت و این ولی منهم ابی و خلیل رب عز و جل ابراهیم. پیغمبر خدا گفتند و دوست من گفتند و پدر من، این دوستی خدایی که او عز و جل است، این ابراهیم است. این پیغمبر ما و شما گفتند پدر من و دوست من از بین پیغمبرها این ابراهیم است. خدا در قرآن میگوید و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. خداوند میگوید ما ابراهیم را با چند کلمات آزمایش کردیم، سنجش کردیم که او این کلمات را خوب انجام داد. ابن کثیر از ابن عباس در تفسیر خودش روایت میکند این کلمات چی کلمات بود، چه آزمایش کرد ابراهیم را. حضرت ها گفتند این 10 سنت بود، 10 سنت بود که پیغمبر ما و شما هم این 10 سنت را برای ما و شما سنت گردانید. که اینها چی هست؟ 5 فی الرأس و 5 فی البدن. پیغمبر خدا گفت 5 سنت او در سر شماست و 5 سنت وی در بدن شماست. آن 5 که در سر ما و شماست چی هست؟ السواک و المزمزه و الاستنشاق و قص الشارب. حضرت گفتند 5 سنتی که در سر شماست
این اولا مسواک کردن است، دندانها را شستن است، تازه کردن است. اینها سنت حضرت ابراهیم بود و پیغمبر ما و شما هم این را برای ما و شما سنت گردانید. دیگرش آب گرفتن در دهان، غرغره کردن در دهان میگوییم، و دیگرش آب گرفتن در بینی است، و دیگرش قص و شارب، برودها را کلته کردن است، خلاف مردم یهود که مردم یهود برودهای خودشان دراز دراز کشال میکنند، حتی در طعام خوری هم آنها را خلل پذیر میشود که پیغمبر ما و شما گفتند برودها را کلته کنید. در بعضی از فتواها می آید چنان کلته کنید که در دستهای شما نیاید، با قیچی گیرید. و فرق الرأس و پنجم سنت در سربودگی را حضرت گفتن این مویهای خود دو فرق کردن است. چگونه که زنها مویهای خود دو فرق میکنند، این هم برای مردها سنت است که مویهای خود دو فرق کنند. در بعض احادیث و الحلق آمده است، یعنی تراشیدن سر هم از حضرت ابراهیم است. اما آن پنجه که در بدن است اور نطف الابط میگویند و تقلیم الاصفار، یعنی گرفتن زیر کش و گرفتن ناخونها، و حلق العانه و گرفتن مویهای زیر ناف، و الختان ختنه کردن، و الاستنجا استنجا کردن. این پنج سنتی که در بدن ما و شماست، اینها هم از سنت های حضرت ابراهیم بودند که به ما و شما سنت گردیده است. در شهر بابل عراق امروزه پادشاه بود میگد به نام نمرود، که مفسران میگویند این نمرود 400 سال پادشاهی کرد. 400 سال در تخت پادشاهی نشستگی بود. عمر مردم اون زمانها از این امتهای پیغمبر ما و شما خیلی زائد بود. عمرهای 400 ساله داشتن، 700 ساله داشتن، 600 ساله داشتن. میگوید در اولی پادشاهی خودش بسیار عدالت داشت. هر مردمی که می آمد برای احتیاجی او را برآورده میکرد. بسیار مرد حلیم بود. وقتی که پادشاهی او زیاد شد، وقتی که دولت و سولت زیادی در اطرافش این نمرود جمع کرد، آهسته آهسته غرور در وجود او پیدا شدن گرفت و تا حد آمد که در بین مردم عراق خودش را خدا اعلان کرد. خودش را خدا اعلان کرد. البته این عادت بسیاری از پادشاهان و عادت بسیاری از همان کسانی که صاحب منصب و صاحب پول هستند، آهسته 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 آنها مغرور می شوند. خداوند این برای ما و شما در قرآن خبر می دهد: کلا ان الانسان لا یطغی ان رآه استغنا. حقا انسان یک مخلوق عاجز است، لیکن وقتی صاحب دولت می شود، پادشاه می شود، صاحب منصب می شود، در حال چکار می کند؟ دری غرور را بروی خودش کشاده می کند، مغرور می شود. الرآه استغنا. کدام وقت مغرور می شود؟ خدا گفت وقتی که اگر دولت و سولت خدا بیگران می بیند، وقتی می بیند همه مردم محتاج بر اوست و تمام بانک ها پر از پول های اوست و چندین ماشینه های هر رنگه را سوار می شود و او اون زمان چکار می کند؟ مغرور می شود. خداوند در قرآن می گوید ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه شر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان ما بی صبر آفریدیم. انسان چی ناشناس و چی ناسپاس است. وقتی ما بر او اگر یک مصیبت میاریم داد و فریاد میزند. وقتی ما به او مال میدهیم
بدن خودش را، نفس خودش را از اطاعت من باز می‌دارد. اذا مسه الخیر منوعه، وقتی ما مالش میدهیم، دولتش میدهیم، فرزندهای خوبش میدهیم، در حال چیکار میکنه؟ سرکش میشود و عبادت خدا را انجام نمیدهد. ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. باز خدا یاد میکنه در قرآن چه انسان ناسپاس است و او با این ناسپاسی خودش آگاه است. و انه لحب الخیر لشدید. و من به شما سیر انسان خدا میگوید خبر میدهم که مال دنیا را بی نهایت دوست می‌دارد، بی نهایت مال بسیار دوست می‌دارد. ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحبه. خداوند مال میدهد کسی را که دوست می‌دارد و کسی را که دوست نمی‌دارد، و همه مال میدهد. پیغمبر خدا گفتند ان الله یعطی الایمان من یحبه، لکن ایمان شخصی را میدهد خداوند که او را دوست می‌دارد. نه لایق بر غرور است و نه لایق بر غرور است و نه ارز اعتمادی ها، نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داد است. حضرت مولوی میگوید همین دنیا و همین مال ثروت اینها ارزش او را ندارد که انسان حتی بگوید که خدا مرا داد است، همینش ده ارزش ندارد. عاقبت نمرود مغرور شد و خدا در بین مردم عراق خدا اعلان کرد و فرمان داد که تمام هیکل تراش ها هیکل او را بتراشند و در تمام گوشه و شهر بتخانه ها تیار کنند و این بوت نمرود را در بین اون مسجد جا کنند در همون بتخانه، و مردم رفته هر روز نزد این بوت، نزد این صورت نمرود تعظیم کنند، سجده کنند، از او مدد طلب کنند. و فرمان صادر کرد که در هر خانه باید که از هیکل من یک هیکل وجود داشته باشد و هر خانه هر روز باید که از این هیکل مدد طلب کنند. فرمان در تمام قشلاق‌ها و در تمام شهرها جاری کرد. هیکل تراش ها از آن جمله پدر ابراهیم آذر به این کار شروع کردند. خیلی هیکل های زیاد شد. مردم دیگر از خداپرستی یاد فراموش کردند، دیگر نمیدانستند که خدا چیست، خدا کیست، و این نعمتی که میخورند، این نعمتی که میپوشند از کجا میآید. همه را فقط از نمرود میبینند، میگویند خدای ما این است. البته سنت الهی همین است که وقتی که یک قوم گمراه شد، کفر و ضلالت در بین اون قوم که زیاد شد، البته باید پیغمبری در اون قبر در اون قوم فرستاده شود و خداوند این کار خدا اجرا کرد و باید که ابراهیم در بین این قوم پیدا شود. خیلی کاری مشکلی هست. اما برای ما و شما آورده رسانید. اگر امروز ما و شما به آسانی همین اسلام با یک پارچه آرد و با یک کیلو روغن این یهودی اگر اسلام تسلیم کنیم، باور کن از ما و شما در بنده زیانکار نیست. از ما و شما در بدبخترین انسان در روی دنیا دیگر وجود ندارد که این دشمن خدا در ما و شما به ارزانی این اسلام به خون و به جان آمدگی را تسلیم کنیم. چه عذابها کشیدن صحابه پیغمبری خدا، چه روزهای مشقت از سر گذرانیدند. پیغمبر خدا میگوید که فاطمه را بسیار دوست می داشتم. روز خانه او رفتم،
از آن جمله امام حسن امام حسین دوست می داشتم. وقتی خانه فاطمه رفتم نگاه کردم فاطمه گریه دارد. فکر کردم که شاید امام حسن امام حسین بیماری شده باشد. از او پرسان کردم. گفتم حسن و حسین کجاست؟ گفت الحال با حضرت علی بیرون از خانه شدند، برای طلب روزگار از پی کار رفتند. گفتن آخی اینها خردتر بودند، اینها را در این روز گرمی کجا برد؟ گفت پدر گفت قسم به عظمتی آن خدایی که مرا آفرید، این سحر وقتی که ما دسترخوان پرتافتیم از نعمت خدا چیزی نیافتیم که حتی برای چشیدن برای ما قناعت کنه. برای چشیدن چیزی در خانه نبود. و امام حسن امام حسین که خیلی گریان شدند، اینها را علی با همراهی خود برد تا که مرا اذیت ندهند. و گفت پدر جان، گفت 3 روز شد که دختری تو و داماد تو و نبیره های تو گرسنه هستند. 3 روز. این روز الحمدلله که در خانه ما و شما خوراک یک روزه یافت می شود. الحمدلله که در خانه ما و شما آنقدر طعامی هست که ما و شما هلاک نمیشیم. یک آزمایش خداست. خداوند شما را در گرسنگی و در قحطی می سنجد. خوشبهاتون که اگر طاقت داشته باشین. شبی از شبها نمرود خواب دید. چی خواب دید؟ خواب دید که یک کشقار اون تخت سلطنت کلانه که نمرود بالای اون نشسته بود وی را با شاخ خود چپه کرد. سحر بیدار شد، میگد یک ترس یک واهمه در وجود این نمرود پیدا شده است و تمام منجمها و ستاره شناسها و سحرگرها را نزد خود فریاد کرد و در بین آنها خواب خودش پیشنهاد کرد. گفتیم شب این خواب را من دیدم، کنی تعبیر کنین این چی تعبیر داشته باشد؟ این منجمها خیلی باسواد بودند و خیلی دانا بودند. مفسرای قرآن اینا یادآوری میکنند در قرآن و گفتند پادشاه، گفتند تعبیر خواب تو خیلی ناخوب است. گفتند چی ناخوب است؟ گفتند باید فرزند به دنیا بیاید که عاقبت این سلطنت تو را چپه میکند و این خدا بودن تو را انکار میکند. نمرود میگه وجودش در لرزه در آمد. چیکار کرد؟ چیکار کنیم؟ باید که پیش این کار گرفته شود. یک جای مصلحت کردند. گفتند پادشاه، گفتند فرمان صادر کن که هر جایی که اگر یک زن حامله دار باشد روی خط گرفته شود و در کجایی که فرزند زاییده شد همان زمان سر او را بریده شود. با این گفتند ما از این فرزندی که به دنیا می آید نجات می یابیم و این تخت از دست تو نمی رود. این علاج واقعه گفت است همین است خلاص. پادشاه برای آنه که تخت از دست نرود و همه کار چی است؟ قادر است، تیار است. اگر هزارها نفر مرد میلش، لیکن تخت از دست نرود. فرمان صادر کرد. گروه های خود در هر قشلاق ها و در شهرها و در ناحیه ها پرتافت. همان سال مورخان میگویند که 100,000 طفل را میگه سر بریده شد. 100,000 طفل برای آنه که
این فرزند به دنیا نآید 100,000 او را میگه سر بریدن. شاعر میگوید 100,000 طفل سر ببریده شد، 100,000 طفل سر ببریده شد تا خلیل الله صاحب زنده شد. خدا چی میگوید؟ اگر خواهد نگه دارد کسی را، چه باک از یک جهان آتش خسی را. اگر برعکس این گرداند ابرو، گدازد برگ گل را تندی بو. اگر خدا بخواهد این ظالم چیکار کرده میتونه؟ آذر پدر ابراهیم بود و با همراهی زن خود یعنی مادر ابراهیم هر دو در اعضای حکومت همین نمرود کار میکردند. آدمهای نزدیکترین نمرود بودند و این مادر ابراهیم حامله دار شد. مورخان میگویند خیلی زنی فربه بود و هرگاهی که لباس میپوشید لباسهای خیلی کلان میپوشید که حتی یعنی جسد این زن نمایان نبود. و این مادر ابراهیم در همون سالی که فرمان نمرود صادر شده بود حامله دار شد، حمل در شکمش پیدا شد و وقتی تولد ابراهیم نزدیک شد بعضی مورخان میگویند که در همون تهخانه خودش ابراهیم را زایید. بعضی مورخان به این یعنی تاریخ نویس های ما و شما با این اتفاقن که از خوف آنه که مادر است فرزند وقتی تولد می شود چه محبت به او فرزند دارد، هیچگاه نمی خواهد که فرزند او را در پیش او سر ببرند و از خوف نمرود میگد از شهر بیرون شد، با یک غار داخل شد و در همون داخل غار میگد ابراهیم را تولد کرد و او را میگد بدنش تازه کرد، بالته ها پیچانید و در همون داخل غار گذاشت، دهن غار را محکم کرد و گفت از آنی که کار به حلقی دوانده می شود یک درنده است خزنده است، اگر ای را تناول کند این برای من بهتر است تا که به چشم خود نبینم. ابراهیم میگه اونجا گذاشت و به خانه آمد. و بعضی روایت ها این است که به آذر خبر داد که آذر گفت آن فرزندی که در شکم من بود تولد کردم لکن مردگی بود، برده او را گراندند. آذر را از این واقعه هم میگه عائلش خبر داد و بعضی روایت ها که بعد 3 سال به آذر خبر داد. خلاص ابراهیم به دنیا آمد. از بین 3 روز گذشت. مادر ابراهیم دیگر در خانه طاقت نکرد. گفت رفته یک حال فرزندی خود خبر بگیرم، در کدام صورت باشد، در کدام احوال باشد، شاید درنده او را خورده باشد یا شاید کسی وی را برده قتل کرده باشد. خلاص رفته دیدن در کار آمدند. وقتی میگه مادر در غار کشادند، غار گویا که یک چراغ میسوزد، چقدر روشن میگه زیبا. و مادر ابراهیم وقتی به سوی ابراهیم نگاه کرد میگه یک انگشت ابراهیم در دهنش میگه گذاشتگی بود. وقتی انگشت از دهان او میگه بیرون کردیم، از نوک همین انگشت فواره شیر میبرامد. تربیت کننده ابراهیم همون الله هست. مادر میگه گریان شدن، گفتن باوری دارم که این فرزند من ضایع نمی شود. مادام این فضیلت و این بزرگی را وقتی که این در کودکی صاحب است، این فرزند من ضایع نمی شود. زیرا خدا در قرآن میگوید ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین. ای مردم آگاه باشین که من ابراهیم را در سن به بلوغ نرسیدگی نبوت کرده بودم. خدا میگوید ما ای را علم نبوت در همه خوردی داده بودیم. همین گونه مادرش 3 سال در همین غار می رفت می آمد. در این غار میگه ابراهیم به وایه می رسید و بعض مورخا که 15 سال در همین غار ماند.
آیسته آیسته میگه جسدش حضرت کلان میشد، روز به روز به وایه میرسید. بعد 3 سال گذشتن روز میگه مادرش شبها به پیشش می آمد. شب بود میگه نزد ابراهیم در آمد. ابراهیم زبانی گویا الکی پیدا کرده بود. میگه از مادرش پرسید، مادر جان گفت چرا که من در داخل این غار هستم؟ آیا بیرون دیگر یگان دنیایی نیست؟ آیا در بیرون زندگی کردن اجازت نیست؟ مادرش گفت، ابراهیم گفت من تو را از خوف دشمن به این غار آورده تولد کردم و در این غار تو را پرورش میکنم، زیرا فرمانی پادشاه و خدای ما همین است که کودکان را باید که سر بریده شود. از این خاطر من شما را در این غار تولد کردم و در همین غار به وایه رسانیدم. حضرت ابراهیم از مادر پرسید، مادر جان گفت تو زیبا هستی یا من؟ گفت جان من. گفت تو زیبا هستی، از تو دیدم من زیباتر نیستم. مادر گفت تو زیباتر هستی یا پدرم؟ گفت من زیباتر هستم. مادر گفت پدرم زیبا هست یا که نمرود؟ گفت پدری تو زیبا هست. مادر گفت مادامی که پدری من از نمرود که زیبا باشد، وای چگونه خدا هست که مخلوقی وای از او دیده زیبا هست؟ باید خدا خودش زیبا باشد، از مخلوقش دیده باید خدا خودش زیبا باشد. چرا مخلوقش از او دیده زیباست؟ خدای من کیست؟ گفت خدای تو من هستم. مادرش گفت خدای مادرم کیست؟ خدای تو کیست؟ گفت خدای من پدرم هست، پدرت هست که مرا تربیه میکنه. مردم گمراه بودند. شکر گوییم، هزارها شکر گوییم که ما و شما را خدا هدایت کرده است. اگر خداوند کسی را که گمراه کند، هیچ کس را هدایت کردن نمیتواند. همه شما شکر کننده باشین که این راهی سعادت راهی راست یافتید. مردم نمیدانستند. گفت خدای پدرم کیست؟ گفت خدای پدرت گفت نمرود است، وای بسیار بزرگ است، از او دیده دیگر خدای نیست. گفت مادر گفت نه تو خدا هستی، نه پدرم خداست، نه نمرود خداست. فرزندم گفت خاموش شو، این سخن نگو. اگر نمرود از این حالتی تو آگاه شود، هر آینه تو را به قتل میرساند. عاقبت میگد این مادر ابراهیم پیش بر کردن و به خانه آوردن. آزر وقتی میگد این زیبایی این فرزند دید، در حال میگه شیفته و عاشق شد و پرسان کرد این کیست؟ گفت آزر. گفت این همون فرزندی هست که من بر تو گفته بودم که در حالت تولد فوتید، لیکن این نفوتیده بود. این ما در غار تربیه کردی، این همون است. این فرزندی توست. گفت آزر. آزر میگد گرفت در آغوش کشید ابراهیم و در بغل خود شناخت. و آزر میگد مادامی که علم پیش از بلوغ بر او خداوند نصیب کرده بود، همان سوالهایی که به مادر کرده بود به همین پدرشم کرد. وقتی پدر میگد این سوالها و این جوابها را از ابراهیم شنید، غضبناک شد که تو بر خدای من این چنگونه معامله میکنی گفته و یک شفاطی میگه در چهره ابراهیم زد. ابراهیم میگه چیزی نگفت و روز به روز ابراهیم به وایه میرسید و به ضد آن بت‌هایی که بتخانه ها آراسته بودند و در هر خانه بت‌ها بود، از آن جمله پدر ابراهیم آزر خود که بت تراش بود در خانهش چند بت داشت و هر روز ابراهیم میگه نگاه میکردم که در زیر همون بت میغلطید، زاره و تولا میکرد. همون بت‌ها را دائم انکار میکرد و سوی اونها مسخره میکرد
اونها را به دست خود میگه چپه میکرد. پدرش این حالت دید، بسیار ناراحت میشد و دائم میگه حرکت میکرد که نمرود حرکت میکرد که ابراهیم را به این بتها چکار کند؟ رام کند. کاش که ابراهیم هم به این هیکل نمرود تعظیم کند، لکن آزر خود درک ندارد که فرزند او پیغمبر است. اون علم نبوت دارد، از این درک که ندارد. میگه روز از روزها پدرش که بسیار بتهای زیبا میتراشید و از حساب همون زندگی میکرد، میگه یک بت خوب و زیبا را تراشید و در دست فرزندش ابراهیم بازار و تولا داد که اینه برده در بازار فروش و سوم او را در جان خودت صرف کن. این یک حیله بود، یک حیله هست که چگونه که امروز مردم یهود با پول و با مال ما و شما را شفته میکنند، ما و شما را از راه اسلام دور میکنند. پدر ابراهیم هم خواست که با پول فرزند خودش را چکار کند؟ بت پرست بسازد. ابراهیم سخن پدر قبول کرد و این بت خردک که صورت ابراهیم بود میگد گرفت و بیرون از دروازه کرد و یک بند را آورد، میگد در گردن این هیکل داخت و کشیده میگه بدرون همون لای و افلاسی ها میگه به بازار بردش. تمام مردم وقتی که میدیدن این هیکل نمرود در زیر جویبار و افلاسی ها در دست این جوان خورد کشلکنان به بازار میبرد، همه در وجود اونها ترس و واهمه پیدا شد. در حال نماینده های پادشاه و پادشاه خبر رسانیدند که در شهر ما و شما جوان پیدا شده است که هیکل تو را در این احوال چکار کرده است؟ قرار داده است. گفتن این کی است؟ گفتن این فرزند آزر است. آزر که بسیار به نمرود ایمان کلان داشت و خدا بودن او را اقرار داشت و بسیار خدمتگار بود. حتی بعض مورخان میگویند که همین پدرش در حال رفته به نمرود خبر داد که نمرود گفت در خانه من گویا فرزندی هست که دائم هیکل ها و بت ها را سرزنش میکند. من میترسم که همون فرزند همین نباشد. روز نشود که اگر این فرزند سلطنتی را چپه کند و خبر دهی که من به شما خبر نداده باشم. چگونه پدرهای شکی و بدبخت وجود داشتند. در حال میگه نمرود دعوت کرد که این جوان به پیش من فریاد کنید. این ابراهیم میگه به نزد نمرود در آمد و نمرود بالای تخت خود نشسته بود. عادت مردم همین بود که وقتی که درگاه این شاهدکی داخل می شدی در حال زانوها را قد میکنی و در پیش پای او سجده میکنی. ابراهیم قامت خودم میگه خم نکرد، راست میگه و پیش نمرود رفت. نمرود میگه گشته گفت اینجا عادتی هست، نزد من باید که تو تعظیم کنی، سجده کنی، من خدای تو هستم. ابراهیم میگه گشته گفت تو خدای من نیستی. گفت خداوند در قرآن حکایت میکند اذ قال ابراهیم چی گفت به سوی نمرود؟ ربی الذی یوحی و یمیت. نمرود گفت خدای من آن ذاتی هست که زنده میگرداند و میمیراند. قال انا اوحی و امیت. نمرود بدبخت و احمق کی بود چی گفت؟ گفت خدای تو میمیراند و زنده میگرداند؟ گفت بله. گفت این قدرت من هم صاحب هستم، منم گفت میمیرانم، من هم گفت زنده میگردانم. فرمان داد میگد همون مسئولین خدا که از زندان 2 نفر نزد من بیارید، یکیش حکم قتل داشته باشد، یکی حکم آزادی. آوردن نزد ابراهیم. میگد فرمان داد که این حکم قتل به قتل برسانید، به قتل رسانیدن. این گفت که زنجیرها را از دستش کشاده کنید، جواب گو را زندگی کن.
و به جان ابراهیم گشت و گفت دیدی؟ گفت اینش گفت نابود کردم، میراندم، اینش زنده گردانیدم. ابراهیم میگه تفکر کردن و احمقی او در نزد ابراهیم باز ظاهرتر شد که زنده گردانیدن معنای او را ندارد یا میرانیدن این معنا را ندارد. زنده گردانیدن این است که نابود را پیدا میکند و میرانیدن به واسطه کارت نیست. و ابراهیم میگه با سوال داد اذ قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. نمرود گفت اگر تو دعوای خدایی داری، خدای من گفت ابراهیم چنان خدایی هست که آفتاب را از مشرق میبرارد و در مغرب پایان میکند. اگر تو خدا باشی کنی آفتاب از مغرب به طرف مشرق ببر. خدا میگوید که فبوهیت الذی کفر والله لا یهدی قوم الظالمین. نمرود از این سوال میگه ابراهیم در حیرت افتاد که این چی سوال بود، این چی عمل بود که بر من فرمایش داد. مفسرای قرآن میگویند همین زمانی که ابراهیم این سخن به نمرود گفت، در حال جبرائیل پایان کرد و گفت به ابراهیم خبر بده اگر مبادایی که این نمرود از تو طلب کند که کنی تو از مغرب آفتاب را به سوی مشرق ببر، ما آفتاب را در اختیار ابراهیم دادیم. ما آفتاب در اختیار ابراهیم دادیم. اگر مبادای این کافر اگر از ابراهیم سوال کند، لیکن خدا به این قدیمی خود میدانست که این کافر این سوال در خاطرش هم نمیگذرد. میگه مسترمان دو گفت وقتی شرمنده شد در بین تمام مردم گوش انداخته ایستاده اند. چی گفت؟ گفت آذر گفت من به این بزرگی و خداگی خود این جوان بی عقل را می بخشم، این ابراهیم را می بخشم. الحال ای را گو من هیچ حکم در حق این نمی کنم. این را خانه ببر، تربیه کن، نصیحت کن. این سخنهایی که میگوید این از حساب بی عقلی است، از حساب جوانیش است. برای همین خوب تربیه کن. اگر مبادایی که اگر در تربیه راست نشد و سخنی ترا گوش نانداخت، این زمان بر من شکایت کن، من بر این حکم آخرین را صادر میکنم. و حضرت میگوید از قصر بیرون شدند، از قصر بیرون شدند، با همراه آذر به خانه آمدند. پدر خیلی خجالت که از پشت این فرزند خود در نزد پادشاه ما اینقدر خجالت زده شدیم، در نزد پادشاه خود آبرو و قدر و قیمت خود گم کردیم، با این فرزند چیکار میکرده باشیم. آمد و با ابراهیم باز تربیه خدا، تربیه احمقانه و باطلانه خدا چیکار کرد؟ دوام داد. با قصد ابراهیم روزها میگه در زیر همون بوت نمرود آذر میگه سری خدا میگذاشت، زاره و تولا میکرد، گریه میکرد، از او هر چیز طلب و تمنا میکرد. ابراهیم این حالت میدید خیلی غضبناک میشد. و روز از روزها خیلی بیقرار شد ابراهیم که این آخران صحبت ابراهیم با این پدر بدبخت و با این مادر بدبختش بود. اونها را فیراد کرد و نزد خود شیناند و با آنها چی گفت که قرآن به ما و شما حکایت میکند. اذ قال لأبیه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. پدر جان گفت. ابراهیم بسیار با یک زبانی خوبه، با یک زبان خیلی ملایم با پدر خود نصیحت میکرد. مفسرای قرآن هم
در شأن همین آیت آوردند که فرزند حق دارد که پدر خود نصیحت کند. می تواند که فرزندی که اگر خدا او را هدایت کرده باشد و او را اسلام نصیب گردانده باشد و پدری که عرق نوش باشد، زناکار باشد، بی نماز باشد، فرزند می تواند که پدر خدا با نرمی و با ملایمی دعوت به سوی خدا کند. این ده حق دارد. چگونه ای که ابراهیم الحال پدر خود نصیحت میکند. چی گفت؟ پدر جان گفت لما تعبد ما لا يسمع. پدر جان گفت این هیکل نمرود است، این خود به دست خود تراشیدی، چرا تو وی را عبادت میکنی؟ لا يسمع، این بت گفت نمیشنود، زاره و تولای تو را نمیشنود. ولا یبصر، این بت نمیبیند. ولا یغنی عنک شیئا، هیچ ضرر را از بالای تو دور کرده نمیتواند و به تو هیچ منفعت هم رسانده نمیتواند. یا ابت انی قد جاءنی من العلم. در دوام باز گفت، پدر جان گفت آگاه باش که خداوند مرا پیغمبر ساخته است و علم وحدانیت را بر من نصیب گردانیده است. فاتبعنی اهدیک صراطا سویا. پدر جان گفت پیروی من شو، پیروی آیت های خداوند شو، پیروی کتاب من شو. اهدیک صراطا سویا، پیروی من شدن گفت معنای این را دارد که تو راه راست و راه سعادت را میابی. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن ولی عصیا. پدر جان گفت تو شیطان را عبادت نکن، این شیطان است. گفت این هیکل و این بود اینا شیطان هستند، اینا گفت تو عبادت نکن، زیرا این که شیطان در نزد خداوند عاصی و گناهکار است. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. پدر جان گفت من میترسم که تو اگر با همین راهی که انتخاب کردی اگر خاتمه ندهی در عذاب خداوند تو گرفتار میشوی. فتکون للشیطان ولیا، و فردای قیامت تو همراه شیطان هستی. این نصیحت ها را حضرت ابراهیم با یک سوز دل با پدر خود انجام داد. لکن از جانب پدر چی صدا آمد؟ وقتی ما کم است نمیخواهم که این دوام قصه را البته در این مدت قلیل انجام دهیم، زیرا این پدر شقی و این پدر بدبخت در این جواب فرزند که با یک نرمی و با یک ملایمی نصیحت‌های بهترین را انجام داد چی جواب گفت، انشاءالله خدا خواسته باشد فردا در جمعه آینده دوام این صحبت و اگر وقتها شود چگونه حضرت ابراهیم را بعد آنی که باز مبارزه به سوی بت‌ها برد چگونه در آتش نمرود کشید و چگونه معامله خداوند با ابراهیم کرد انشاءالله به سمع شما میرسانم. الحال از جهتی که بیرون خنک است و برادرای ما و شما در بیرون هستند میخواهم که دعای میکنیم و آسانتر و سبکتر نماز جمعه را انجام میدهیم. آمین. اللهم صل و سلم و بارک علی پروردگارا، اهل این جمعیت ما را برای راست برای اهدنا صراط المستقیم خدای هدایت بفرمایی
و خدای مهربان گذشتگان